بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. اولا حمد و ثنا بر خداوند را، بعد از آن درودی به عدد بر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را، بعد از آن رحمت خداوندی به پایان باد بر امامان، خصوصا امام اعظم صوفی و کوفی و رحمت الله علیه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. من امروز روزی مبارک جمعه، البته انشاءالله بهترین روز، بهترین هفته انشاءالله خدا خواهد. البته وظیفه‌ای که الله سبحانه و تعالی به پیش ما گذاشته است و پیامبر بزرگوار نازنین محمد صلی الله علیه و سلم، البته با این وظیفه ها را باید که انشاءالله اجرا کنیم. این بهترین وظیفه که برای ما و شما است. البته از دان من، البته سحر بر وقت خیستن انشاءالله خدا خواهد، یعنی عادت کنیم عزیزان من. با وقت خیستن انشاءالله حرکت به طاعت عبادت کردن انشاءالله خدا خواهد ما شما حرکت کنیم، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که از خواب میخیستن و یک دعای خوب میکردن: الحمدلله الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور. این دعا را باید که هر یک انشاءالله، یعنی امت محمدی صلی الله علیه و سلم، باید که این دعا را کند. گوید که حمد و ثنا سوی پروردگار که زنده کرد ما را بعد میرانیدن از آن من، و البته بازگشت ما به سوی الله هست انشاءالله خدا خواهد. یعنی این دعا را وقتی که ما و شما میخیزیم باید که دعا را بکنیم انشاءالله خدا خواهد، و شکرانه الله بجا بیاریم که الله ما و شما را یعنی با وقت یعنی بیدار کرد از یک مرگی انشاءالله خدا خواهد، چون که خوابم دادر مرگ است. خیستیم، یعنی که اطراف نظر کردیم، چشمامو در حرکت است، دستامو در حرکت است، پایامو در حرکت است، خانمو در جاش است، فرزنداخمو در پیشم خواب است. البته انشاءالله خدا خواهد شکرانش بجا بیاریم عزیزان من. پیامبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم در حق سحرخیزا یعنی دعا کرده هستند. ببینید چی میگن: اللهم بارک لامتی فی بکورها. پروردگارا، یعنی برای امتان سحرخیز من برکات بده. پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا کردند. بزرگان چی میگن؟ صبح از خواب خوش شدن بیدار، برکت را بیاورد بسیار. در جمیع نعیم دهد برکات، بر سری کس بیاورد رحمت. انشاءالله خدا خواهد، چون که در سر روح تقسیم می شود، رزق تقسیم کرده میتیند انشاءالله فرشته ها انشاءالله، یعنی برای چی؟ بنده ها خدا خواهد انشاءالله. رزقم همچون یک مثل ما و شما خاندان ما و شما می آید. سحر نه فرشته تقسیم میکنند. کسانی که دروازش کشادگی باشد، منتظر طاعت عبادت باشد، همون روز انشاءالله رزق الله سبحانه و تعالی فراوان میکند انشاءالله خدا خواهد. تا روزها یک سخن میگن که تا راه نستیاد باخ امو دیاد. خلاص می کسی میگه بر وقت خیزه، البته خداوند میتیه. دیمک ما و شما هم انشاءالله سر برویختن انشاءالله یعنی عادت کنیم انشاءالله خدا خواهد. شمسی تبریزی یعنی در حقش چند مثل شعری در کتاب مفتاح الجنان اومده است. چی میگد؟ ای طالبی دیدار حق، بیدار شو وقتی سحر. جوینده ای اسرار حق، بیدار شو وقتی سحر. هرچند زحمت میرسد، بسیار نعمت میرسد. اکنون که فرصت میرسد، بیدار شو وقتی سحر. رو عاشقی بیچاره شو، از خانمان بیگانه شو. بر روی او نظاره شو، بیدار شو وقتی سحر.
ای شمسی تبریزی بیا، بهری خدا کن طاعت، غافل مشو یک ساعت، بیدار شو وقتی سحر. انشاءالله وقتی سحر همون انشاءالله حرکت کنیم، انشاءالله از خوابای غفلت بیدار شویم انشاءالله و پیش الله نه طاعت عبادت. البته همه اول خودمو زنمو فرزندامون انشاءالله خدا خواست سحر خیستند و عادت کنونیم تا اینکه انشاءالله صبحی که دمید برای مسلمان ها انشاءالله عبادت سر می شود. یعنی صبح صادق میگن، صبح صادق که دمید البته الحمدلله مؤذنای مساجد البته چی میکنن؟ بانگ اذان میزنن. الحمدلله از اذانای ما و شما هم اکثر انشاءالله برای مردم گوشرس است. وقتی که بانگ اذان می شود انشاءالله همه مخیزیم و تردد به چی؟ طاعت و عبادت الهی انشاءالله. یعنی چیکار کنیم؟ آماده باشیم انشاءالله. یک چند فضیلتی انشاءالله صحبت دوام گذشته است. امام اعظم رحمت الله علیه انشاءالله چندین انشاءالله یعنی خوبی ها و نیکی ها و مسئله هایی که مهم بود انشاءالله سوال جواب میکردن مردم انشاءالله بس همین شما عزیزان میرسانیم. البته امام اعظم رحمت الله علیه عزیزان من یعنی 18 سال طلب علم کرده هستند. 18 سال برادران، 18 سال در پیش استاد حماد الحمدلله چیکار کردن؟ انشاءالله خدا خواهد علم گرفتند. ببینید تا سن 40 سالگی امام اعظم رحمت الله علیه این علم شریعت آموختند، قرآن حفظ کردند، حدیث یاد کردند، مسئله فقهی را برای ما و شما آینده خدا خواهد یعنی نسل آینده تا قیامت الحمدلله این مسئله ها رو انشاءالله خدا خواهد پایدار موندن. در همان انشاءالله جایی که میگن انشاءالله خدا خواهد استقامت کردن 7000 مراتبه قرآن ختم کردن. 7000 مراتبه قرآن ختم کردن الحمدلله. ببینید ما و شما علی خدا خواهد پیشمو 60 و 70 درمدیم ولی قرآن نخویدیم. حضور 60 70 من وقتی که سوال جواب میکنم اقلا یک بار خدا خواهد قرآن یک بارم خوندگی نیستی. ببینید شخصی معتبر انشاءالله 7000 مراتب میگه قرآن ختم کردن. میگه امام اعظم میگه 30 سال روزه گرفتند. 30 سال عزیزان من ما شما یک ماه به چقدر غربت، به چقدر جنجال نمی وقتی افطار میشه هیا وحشی توده سوده بازور یک ماه میگیریم. این شخص معتبر بودست یعنی بینید این از کی ترسید؟ از ما شما. بینید 55 مراتبه میگه حج کردن، 55 مراتبه خانه خدا را زیارت کردن الحمدلله. بینید ولی ما شما در حیات یک بار میتونیم نی زیارت کرده. هر سال انشاءالله خدا خواهد 70 ندرمه شد. بینید 70 سال عمر دیدن 55 مراتبه حجی عمره یعنی 15 سال به عمره موندن خلاص. دیگه وقت چیکار کردن؟ الحمدلله یعنی طواف خانه خدا کردن. حضرت امام اعظم میگن من استاد ما چنان دوست می‌داشتم، استاد ما چنان دوست می‌داشتم که میگن حتی این که میگه طرف خانه استادم که 7 کوچه اوچت بود پاچیک دراز نمیکردم. ببینید 7 کوچه از خانهش او طرف بدین پاچیکشون همون طرف دراز نمیکردن حرمت استاد. ببینید بعدی استادم وفات کردن میگن برابری پدر و مادرم دعاش میکردم. چقدر که پدر مادرم دعا کنم همچنان الحمدلله استاد میگه دعا میکردم. ببینید ما و شما امروز چی؟ استادا رو چی داریم؟ پیشی پا میزنیم. شیخ سعدی یک شعر خون میگن که سعدی و شعرازی و تعلیم مده بدزاد را، بدزاد اگر استاز گردد سنگ زند استاز. اکثری
شاگردا همش بدزاد باور نکنید. نسبت استادش وستوپد دارد، نسبت استادش سخنهای بد گفته گشته است در جامعه ها و که من از استادم زورم گفته است. امام اعظم رحمت الله علیه خیل نمی کردن. بینید من نسبت فرزند امام استاد کردگی خصلت شدم. بینید یه روز امام اعظم رحمت الله علیه میگه درس میگفتن، در اثنای مابین درس میگه چند مراتبه امام اعظم خسته شیشتن. شاگردا بعدی درس داشتن که حضرت گفتن چیکار میکنی؟ این قدر بی‌ضباطه شده خسته شده. گفتن فرزند استاد گفتن نزد دروازه مدرسه اومد، حرمت همون استادم من از جام خستم. فرزندی باید بازی کردم خیلی کودک دیده نزد دروازه مدرسه بیاد، امام اعظم در و پرده میخستین که با مبادا بیادابی نشود نسبت استاد. ببینید چقدر بعد همین الله علم داد انسان ده. چونکه نظری استاد هم یک کتاب است. از آن من نظری استاد هم کتاب های تعلیم متعلم ده درباره استاد بسیار بسیار انشاءالله خدا خواهد حکایه ها است که استاد نسبت یعنی حرمت و عزت چه بجا بیاری راضی شود انشاءالله علمت خدا خواهد انشاءالله برکمال می شود. الحمدلله. بینید میگه یه روز با امام اعظم رحمت الله در اثنای دست با بزاعته شد، با خس باشیش دیدن که یک کافر بچه است، یک مشرک زاده نزد دروازه بود میخیزد. گفتن حضرت آخه یک کودک مشرک زاده باشد از یک یعنی بی ایمان تولد شدگی کودک است، این قدر شما میخیزه میشینه. گفتن من از پدری همین یک مسئله یاد گرفتگی هستم. پیغمبر نازنین در سخن مبارکش گفتاد یعنی که خذ الحکمت ولو مشرکن، بگیره حکمت اگرچه مشرک باشن. من از پدری همین در حیاتش یک مسئله سخن حکمتناک گرفتگی بودم، حرمت همون وی فرزند این حرمت کردم. بینید بعد این انسان بزرگ می شود دیگه که از یک کافر گیم که یک حکمتی آموختگیش نه چند بار فرزندی و مثال حرمت و عزتش بجا آورد. عزیزانی من بینید امام اعظم رحمت الله علیه میگه نزد دروازه ایستادگی بود، یک کودک میگه باران باریدگی بود زمین لای شدگی بود. میگه امام اعظم رحمش اومده گفت که یک بچم گفت احتیاط شو مبادا غیجیده غلطیده یگان جات یعنی نشکند، یگان جات یگان آسیب نبیند. میگه کودک در جاش استاد. گفت که میگه حضرت گفت من برای شما یک سخن میکنم، من کو غلطم مبادا غلطم اگر یگان جام زنت شکند درست میشود، لیکن شما در مسئله نلغزید. شما در مسئله لغزش نکنید که تمام دنیا میلغزه. یعنی از سخنی میگه کودکی میگه گپی که زد میگه امام شق شد. بعد همین سخنی که از کودک شنید میگه عموم من برای فتوا دادن جدی اعتبار داد، چون که فتوا این حضرت تمام دنیا دست. شما خیال نکنید که فقط برای یک تا در ازبکستان زمین نه، همه دنیا 50-60% روی دنیا از فتوای همین حضرت چیکار میکنن؟ مسئلهش عمل میکنن. خیال نکنه که مسئله برای یک ترگیم که یک مکانی همه دنیا. بینید از همون جانب میگه اعتبار با مسئله جدی داد. یعنی میگه غلام میگه حضرت امام اعظم در کوچه دیده موند. گفت میگه حضرت همین خوجین من مسجد شما در اشتراک میکند نماز جمعه ده، همین در یک حقی آزاد کردن غلام یک صحبت کنیم، شاید ما را در راه الله آزاد کنند.
الحمدلله ما شما این دوری غلامداری نیستیم. پیش غلامداری هم خیلی است که حتی که الهیده کتاب است. امام اعظم رحمت الله علیه، فقها الحمدلله، برهانی راشدانی رحمت الله علیه در انشاءالله مسئله هاشون ده الهیده یک کتاب است، آزاد کردنی قل. این چه شخص است؟ اینا آدم ها روز در دوره هایی که پیش بود در بازار من براده می فروختن. اگر کنای یوسف بگی باشین، یوسف براده فروختن، می خریدنش، خریدن بعد وای ملکی من نشید. چی کاری گوید انشاءالله خدا خواهد چیکار میکرد؟ اجرا میکرد. همچی یک حیوان معاملش میکردن. دخترها هم میفروختن. دخترها از آن من اینا هم یعنی چوری میشوند. با همون بازار که خریدش گن که 10 میلیون ده و هم نکاح میشید، هم زنش میشید، هم خدمتش میکرد. الحمدلله که دوره ها نیست. دوره حضرت امام اعظم این چیز بود. وقتی که گفت که یک درباره غلامداری صحبت کنه، شاید همون خوجه نیما در جمعه شما اشتراک میکند، بیاد درای خدا ما رو آزاد کند. مردیم آخی ای کاره. میگد ما بین 3 هفته گذشت، 21 روز، 21 روز میگد در نماز جمعه درباره آزاد کردن غلام که پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و آله کسی که غلام در راه الله آزاد میکند و ای جاش انشاءالله جنت است. همین حدیث مبارکه رو میگد چیکار کرد؟ وقتی که میگد حدیث مبارکه رو میگد خوند، آزاد کردنی سخن نکنی. فضیلتی آزاد کردن غلام که در کرد، میگد غلام شو آورد، میگد پیش امام اعظم، گفت که میگه من در راه خدا آزادت کردم. حالا این غلام گفت میگد که حضرت آخر من شما را یک سوال دارم، همین چیزا 3 هفته پیش میکرد نمیشد؟ با وقتتر ما آزاد میشدیم؟ امام اعظم رحمت الله گفتن که من پول نداشتم، وقتی که کار کردم پول یافتم، یک غلام از بازار خریدم، خودم آزاد کردم. این سخنی من بیان خوجین تو تاثیر کرد. برای هر یک کار اجرا کردن عزیزانی من اول باید که ما خدا مکنیم اون چیزا. دین خودمون نکنیم و گویم و گپی ما تاثیر نداشته است. بینین یک حکایه دیگر است. یعنی میگه زن کودکش پیش حضرت امام اعظم رحمت الله علیه آورد، میگه تمام وجود جراحت یاره زیر کرگی است، جراحت. بعد گفت میگه حضرت همین یک نصیحت کنه. وقتی که من پیش یک طبیب بردمش، طبیب گفت که میگه اگر شیرینی را بسیار نخرد تیز تزک میشود. لیکن من هرچند میگمش که بچه ما همین شیرینی را نخور تا که انشاءالله جراحت تزک شود میخوری، گوش نمیکند. شما یک نصیحت کنه. گفتن 40 روز بعد بیارش. ببین ما بین 40 روز گذشت، 40 روز آوردش. حضرت امام اعظم همین قدر گپ زدن بچم همین شیرینی را نخور، انشاءالله خدا خواهد خوب میشی، صحت میشی، سلامت میشی، با شیرینی خوردن ادامه دادن میگیری. آخی میگه ترک کرد، اون شیرینی نمیخورگی شد. حالانکه میگه ضعیفا با حضرت دید، گفت که میگه آخر حضرت امام اعظم آخر همین شما 40 روز پیش میگفت نمیشد؟ همین قدر بچم جراحت آزار نمیدید. گفتن ضعیفه. من گفتن خودم کم کم شیرینی میخوردم، 40 روز من نفسی خدمت داشتم، 40 روز نخوردم، این گپی من بچه ایتونه تاثیر کرد. من از آنی من
برای یک کار بچه تا کو گفتن اول خودت بکن. خودت نماز نخونی و بچه نماز خون، میگه نه پدر خودت بخون. یا خودت حقارت کننده باشی نسبت زن تو، نسبت فرزندا تو، که دائم حقارتی بیجا میکنگی باشی و بچه تگوی که یگام بینش که حقارتی ناجا کرد بچه هم نکو از این دموکراتی های از این روشاد میگد اول خودت پدر نگو. بینی بزرگان اسلام تا چه اندازه اول خودشو عمل میکردن، بعد گپی ویا چکا میکرد تحصیل میکرد. ما و شما هم انشاءالله خدا خواهد بچه هم ماشین سخی نکفتن اول خودم سخی نکنم انشاءالله بچه هم سخی نمیکنن. کدام کاری که باشد بچه من قرآن خونگم و خودم قرآن نخونم گپی من تاثیر ندارد، چون که انگور نمیگه رنگ میگیرد. بینید چنان انشاءالله خدا خواهد شخصی انشاءالله معتبر بدن. یک زن میگن من برای سوداگرها یک خصلت میارم. آدمایی که سوداگر هستی همین سخن کفایه است اگر از خدا بترسی. نه ترسی خدا خواهد انشاءالله کردن میگیری. پیش امام اعظم یک زن میگه متای ابریشمی آورد پیلگی، گفت میگن همین 100,000 نبخره من راضی هستم. امام اعظم رحمت الله علیه 400,000ش کردن. حالگی زن در غضب شد میگد حضرت شما من مذاق داره، من شما در 100,000 بگیر، گفتم شما 400ش کرده. گفت که حالی هم حق دارد بگو یگان تا دیگر بیار، یگان دلال بیار. باز یک دیگر آدم دعوت کردم 500,000ش کردن. 500,000 نه با فایده بفروخت امام اعظم رحمت الله علیه. امروز که ما شما یک تصور کنیم که کم بغل که لخت کتی زده سوده ایشولا مال در مبادا مرد، همین خدر پس میزنیش که قرواش هم بشکنی بیچاره. بعد 1 ساعت بعد می آید که 5 میلیون 8 میلیون فروختش. نو انصاف این کجا سودا هست؟ کنی طبق سنت. من امام اعظم گنده میبینی، امام اعظم خودش کشیده میگویی بین کشیدن شه. من جمعه دیگر گذشتگی هم گفتادم باز تکرار کنم خطا نمیشه. امام اعظم 30 سال سوداگری کرده، متریال میزدن. سوداگری گناه نیست از آنی من بکن بتانی انشاءالله. بایگری در سوداگری است. فرزند آدم در 10 میدان 10 برکات میشده است. 9 تاش سودان دبده است، 1 تاش شینده است دهقانی است. که دهقان اگه در 1 سال که 1 بار کچکه میگیریم شما حاصل 1 بار میگیریم خوش رو گیریم. طوری می که 1 سال زردآلو میگیریم در 1 سال، یعنی 1 سال 1 بار سیب میگیریم، در 1 سال گیم که 1 بار کچکه میگیریم یا جواری مکه میگیریم. و بعد در تیرما اکنون چیزی الله اگر خدا خیر چقدر بفروشه من 1 بار میفروشش گیم که. لیکن سوداگر چی هر لحظه چون تکش پوری پول است. الحمدلله که امروز 100,000 کنی پگه 200,000 میکنی. دائم سوداگر چون تکش بی پول نمیموند. کنین سوداگری خدا خواهد این گناه نیست. چی مولا هستی چی اولیاء هستی خدا خواهد انشاءالله سودا کن. من سودا میکنم در بازار. یافته زمین نگفتاشم یافته خدا خواهد با واسطه ویم راسته سودا هم در صحبت میکنم تا ای که همه آگاه شوند و کار کنن انشاءالله خدا خواهد. کار کنین این جاش نیست من یک بازاری پادشاهی بازارم داده حکومت در دست ما شما ما فایده نمیبره. باره این از رشتان تا اینجا چند کیلومتر است؟ بیان چی؟ تقریبا 70-80 کیلومتر است یا نیست می؟ تقریبا 70-80 کیلومتر است. از همونجا آمده آدم ها اینجا 5 میلیون و 6 میلیون سودا کرده. سه ما در همینجا ایستادگی برمده فایده برده نمیتونیم. خدا با چی امکانیت مطیع منه؟ حکومت امکانیت ها را داده. میگد وقتی که شاگردش نگد کار برمد امام اعظم رفته نتونیست.
گفت که میگه من بجوره همین روز سودا میره گویم که جمعه بازار همین یک متریال گلش ناباب است همون متریال کار کرد با نرخ ارزان فروش کار کرد با نرخ قیمت نفروشی که پیش الله هم گناهگار نشی میگه برد میگه سودا میگه شوق گرفت خریدار که بسیار شد او بیچاره هم عیادش فراموش شد با پولی میگه قیمت زد همون متریاله زدم بعد میگه وقتی که بگه اومده حساب کتاب کردن که پول زیاد است گفتن جور آخی برای چی پول زیاد است اون متریال چیکار کردی گفت حضرت گفت از خیالم فراموش شده و پول قیمت زدمش همون پول گیم که اگر $10,000 باشد همش درای خدا خیر کرد که شبهات در بین پول آمیخته شد همش درای خدا خیر کرد همون سودا شد ببینید از میگه از شبهه میترسید از حرام نه ولی چیزی که شبهه شریعت نه لا بأس گفته که سه بأس گفته که ضرر نداره گفته که چیز میگه بترس ببینید سوداگر هوشیار شین ان شاء الله خدا خواهد وقتم شده است یک دیگر حکایت میگیم ان شاء الله بعد جمعه دیگر دوام میتیم حکایت زیرین شیرین بسیار از خدا خواهد ان شاء الله یک کس میگه در زیر میگه درخت پلش گم کرد یک درخت زیرش نه از بسیاری همه کرد است کو اکثر من پل وجا میکنیم اکثر این بردک نمیتقیمش برجک نمیتقیمش یک آدم برده یک زیر گیم که درختی گیم که به دست می یکم بخط ایرک هستی همونجا گورش میکنه دو از ترسی زنشو گیم که از ترسی فرزنداش یه روز میراحت که پول نیست پول گم شده است این حکایت درباره عقل و ذکاوت امام اعظم است عقلی که میگه خدا دادگی بود میگه حضرت ها میگن بزرگان هارون الرشید در حق امام اعظم گفت دیگه است اگر میگه عقلی تمام دنیا را برکشیم عقل امام اعظم زایید است میگه عقل چیزی شریف است به هر کس ندهد میگه پری میگه طاووس لطیف است به کرگس ندهد این عقلم الله میداده همندم نمیداده بعد میگه پیش امام اعظم اومد گفت میگه یا حضرت همین یک $200 یا $500 داشتم همین زیری الان بدون برده گورش کردم نیست بردیانش یگان چاره شبین یگان چیز هست گفتن شد تو پروانه که اینه میابیم میگه در همون محله طبیب زندگی میکرد نزدی همون طبیب امام اعظم رحمت الله علیه میران میگن این طبیب میگن به همین نزدیکی ها همون به دریشش یگان کس دارگی نفرمی دادی همین روزای آخر 3-4 روز نمیگه که فلان بیمار نمیگه توصیهش کردم آدمی پول اوینده امام اعظم رحمت الله طوری خانه همون بیمار میرود حال پرسی میکند اینم واجب است بیمارا را حال پرسی کردن عزیزانی من در این باره هم یه روز صحبت میکنیم چندین سوال ها اومدگی است در فضیلت بیمار پرسی هم انشاءالله خدا خواهد دفعه دیگر نیمی صحبت مون بیمار پرسی نیمی صحبت مون امام اعظم حقش نمیشود انشاءالله بعد میپرسد میگه برادر چطور هستی آخی سلامتیات نغزه میگه خیلی میگه دشوار است میگه خیلی بیماریم زیاده من میگه جوره آیا همون تای بیت پول آوردادی کو همون پول از صبحش نبوده خدا خواهد با خوب تنشه پول گرفتی قرار میشد میگه برفت همین کفتم پول بد آوردن برده تی میگه انشاءالله الله شفاعت میده ببینین عقلا انشاءالله خدا خواهد دلیلا ببینین برامین انشاءالله ما و شما خدا خواهد انشاءالله و یک کس پولش با گم میکند ببینین میآید میگه حضرت میگه من یک پول در یک جای موندم هیچ همین درکاش داز نمیابمش میگه آخه در یگان مسئله فقهی این پول آخه چیکار کردی گم کنی نیست آخه میگه یک علاج بی یک چاره بی نباشم میگه همین شب خواه نرفتن نماز خواه انشاءالله پلت میابی وقتی که شب میگه به نماز شروع میکند شیطان اومده در کلش میاندازد که پول دو در تنم سنگه نماز تمام میکنه میگه دایده میگه پول میابه میگیره میگه سحر میگه پیش امام اعظم میگه حضرت میگه پول یافته میگه چیکار کردی میگه همین نماز میگه یک باره میگه در خیارم آورد میگه میدانی اینه کی آورد میگه اینا ملعون آورد شیطان نمیخواد که تو در نماز باشی
وقتی که تو در نماز استاده، شیطان برای نماز مونده همون پول تا و خیال تورد کاش که تا سر با عبادت میکردی با خوبتر میشید و خیلی که عبادت نکردی خیلی افتاشی خدا مبارکت کنه. مشید پول گم کگی باشه نماز بیشتر خونه انشاءالله خدا خواهد. نماز بیشتر انشاءالله خدا خواهد خونن در نماز، چون که ملعون به یاد می آورده است. میخواست است که ما و شما چون که نماز باری بد میدیدگی ملعون نیست. نمازی که باشد خیال ما و شما را حرکت میکند که چیکار کند، پراکنده کند، حرکت میکند که فکر و خیال ما را ویران کند اون بدبخت. ببینین این بود انشاءالله قصه خدا خواهد، انشاءالله حکایه های زیرین حضرت بود، انشاءالله چند حکایه در پیش است، انشاءالله خدا خواهد به سعی شما میرسانیم. بعد این انشاءالله طبق البته این حضرت انشاءالله نشان داد مسئله های فقهی هم انشاءالله عمل کنیم، انشاءالله هاره نشود در میمانی. هزار کار کنیم، حالا بسیاری بچه‌ای که انسان بعد میبینن بعد مسئله طلاق شود بعد میآیند میگه طلاق مونده مسئله افتاده، خودش امام اعظم گنده میبیند، بعد این مسئله میگن که در سرت بار کار غلطید بعد میدونی، بعد این داملا جان همین راه افتاده، میگیم نه مسئله امام اعظم میبینیم قبولش میکنیم، میگه بجان و دل خیلی زنم کاری کرده دست ندارد. بعد همین خیلی نیرنگ تا پرتا و طبقاً انشاءالله الحمدلله برای همین انسان بزرگ بگیر خدا خواهد انشاءالله. این هزارها کاروانها در همین راه رفتن عزیزان من، هزاران کارهان رفتن دو میگن هنوزم این سگان دارند و او مثل سگ او نکن، خیال نکن که تو به اوت من اسلام به ضرر میرسم، نه اسلام نگه دارش بالان است. استعیذ بالله نحن نزلنا ذکره نحن لحافظون، وعده خدا است. این قرآن من نازل کردم، این حمایت کنندش خود است، در دست یگان مخلوق نیست که نه حمایش هم همش وابسته به الله هست. الله برمین به دعمو او میکنی خدا خواهد انشاءالله گفتیم مثل کاروانا رفتن آمین خیرات میموند خلاص داود برمین از الله بترس، توری طاعت توری عبادت برای حق انشاءالله بگیر. انا انشاءالله در این هفته بعض برادر رو خیر احسان کردن الحمدلله از من، خدا خواهد کارامو از پگه اوج میگیرد انشاءالله، خدا خواهد سحر نصیب باشد با غیشت اومدن سر میشود الحمدلله. من خدا خواهد مبینی تا آخری همین ماه انشاءالله آهنگران مسئله خدا خواهد آهن تمام میکنن، امید میکنیم که انشاءالله خدا خواهد اگر استام تا آخری مای اگر تمام کنن انشاءالله بالای مسجد محکم کردنش انشاءالله ادامه میشود الحمدلله. برای همین محله ها نصیب باشد از روزی بازار یا که شنبه با سر میشود خدا خواهد کارامو من دینا خدا خواهد انشاءالله آورده پیلتور بالای تورات خانه انشاءالله موندن کارگرها الحمدلله محکم کردن، از پگه خدا خواهد بالای هم ریختن، یعنی ادامه خدا خواهد تورات خانه با ادامه میکند. دیگرها انشاءالله با واسطه استوا حرکت کرده هم یک جای خدا خواهد انشاءالله رشته مسجد میزنیم تگی چی داریم امید داریم الله البته کوچک قوتیت البته محله همه انشاءالله از همه ما منت داریم الحمدلله به عدد شکر خلق مو یک تن یک جان کار دارن الحمدلله، چی انشاءالله خورسندی می آید چی مصیبت همه یک تنیم از دانی ما در یک کشتی زندگی میکنیم انشاءالله خدا خواهد کسی در این وطن انشاءالله به یاردم الله خار نمیشود به یاردم یگان محتاج نمیشود، چی به ها داریم با همراه خلق یک جا میکشیم از دانی من انشاءالله خدا خواهد از ما کشیده تا پسترین ما خدا خواهد همین وطن خدا خواهد انشاءالله هرگز کس خار نمیشود، هرگز انشاءالله کار نمیموند. الله کچو قوت یاد هم خدا خواهد انشاءالله روزای نزدیک انشاءالله یعنی 2024 دیگه با ما توصیه شد از طرفی خدا خواهد یعنی جناب مفتی انشاءالله تا جناب قاضی انشاءالله ناحیه که ماه رمضان دم مسجد کشیدن حرکت کنین انشاءالله و دین وظیفه دادن جناب مفتی خدا خواهد صحبت گذاردن خدا مبارکش کند انشاءالله. از این هم انشاءالله در سر ما و شما صحت سلامت باشن. وظیفه دار کردن که دو مسجد در سوخ ریان خدا خشیده ساده است حضرت علی از ما چون که سال دیگر بود تا مسجد انشاءالله از با آماده نو کردن دارن انشاءالله تا رمضان به ما توصیه دادن که حضرت حرکت کرد تا رمضان ادا کنین انشاءالله. ما وعده کردیم پیش وی که خدا خواهد حرکت میکنیم هیچ نماشدم یک تشم
انشاءالله خدا خواهد که شدن حرکت میکنیم که نسبت شما دستگیری شما پیشرفت مای عزیزان من انشاءالله خدا خواهد، چون که عقل پول میرود و پول در او ویشی چی نرفت اکن پول انشاءالله خدا خواهد گوواس میرود اکن انشاءالله برای گوواس که شما پلتی اکن انشاءالله خدا مبارک کنه انشاءالله خدا خواهد الله دولت زیاد توتیا هر هفته خدا خواهد خونده دادستیم هر هفته الحمدلله خدا خواهد انشاءالله یعنی پیشرفت حرکتی بچه ها چی از یعنی دیگر وطن ها دیگر دولت ها هم انشاءالله دستگیری دارن الله اله مبارک شو بگرداند. خب انور بک محمود بک 1000 روبل، حسن و سید علی 15000 روبل، احمد جان و موسین 2000 روبل، جوریف مقام علی 500,000 سوم، شایف حکمت اسمی هر هفته خیر میکردن خدا مبارک کند. یوسف از شهر غریبی 5000 روبل، یا سعادت ماه خیرالله و هر هفته خدا خواهد انشاءالله خیر داشتین. من یکی از زنهای بهترین در شهر خدا خواهد مسافریت الله مبارک کند. از طرف خدا خواهد یعنی بنا کردن انشاءالله سلدتا خانش بنا کردن او بیجنفتگی یعنی برادر دینا کران خدا خواهد برای الله انشاءالله دادن، یعنی کرانچی عبیدالله اومده خدا خواهد خالص فقط برای دعا الحمدلله خدا خواهد از شهری مرغلان بدیان الحمدلله خدا خواهد خدمت کردن با گفتن همیشه ما دامنامه بادا کارهای ضروری باشد مرحمت ما در این چستی خدا خواهد خدا مشیار هستیم انشاءالله دستگیری میکنیم الحمدلله. الله این برادران خدا مبارک شو گردوند عمرشون روز کنه کسب و کارشون الله خدا خواهد انشاءالله برکات بدهد و آنانی که انشاءالله خیر احسان کردن الله سبحانه و تعالی به درگاهش قبول نماید سایبان آخرت بگرداند. بگی چی در عرفیت میگن از ما نگردد انشاءالله از الله گردد، چون که ما هیچی داده نمیتونیم. الله انشاءالله با طفلی ای پولی که 1 سومیتیه خدا وعده است 700 سوم به یک قول به یک احسان 700 خدا بخشد از فضل به حد.